یک تعداد از مخالفین دیگر نظام فدرال اینا ادعا میکنند که طرفدار مخالف مثلا تشکیل یک حکومت فدرالی نیستند، اما مخالف ازی هستند که تقسیم ایالت ها به اساس قومیت باشه، به اساس ملیت باشه. این سوال من از آقای جعفر عطایی میکنم که هرگاه تقسیم ایالات به اساس قومیت نباشه و به اساس ملیت نباشه، پس به چی اساس باشه؟ ادعای از اینا تا چی حد منطقی است آقای جعفر عطایی؟ در این مورد متاسفانه در کشورهای عقب مانده با فرهنگ فقیر سیاسی بسیاری ها از روبرو شدن با واقعیت ها ترس و هراس دارند. فکر میکنن که با انکار واقعیت ها و با انداختن روی واقعیت ها میتونن مشکلات را حل بسازن و از پیامد های این واقعیت ها در روابط درونی جوامع جلوگیری کنند، در حالی که چنین نیست. و در دنیا اگر مللی به سعادت و ترقی نسبی رسیده، ثمره مبارزه و روبرو شدن او ملل با واقعیت هایی هست که در درون جامعهشان و در بیرون جامعهشان وجود داشته. تعدد اقوام در افغانستان یک واقعیت است و اینکه برای این تعدد ظرفیت‌سازی سیاسی نشده در گذشته، این هم یک واقعیت هست. و اینکه در گذشته و در وضعیت فعلی مسائل قومی در افغانستان محور تحولات و بستر تحولات بوده، این هم یک واقعیت هست. و اینکه اقوام در افغانستان با همدیگه تفاوت‌های انکارناپذیر داره که این تفاوت‌ها در قالب یک نظام متمرکز نمی‌گنجه، این هم یک واقعیت هست. فدرالیسم وقتی که بحثش به میان میاد، دقیقاً برای حل اینمی مشکلاتی هست که افغانستان دامنگیرش بوده. اگر ما مسئله تعدد اقوام در افغانستان را نادیده بگیریم و برداریم، ما فکر نمیکنم که دیگه به فدرالیسم در افغانستان نیاز چندانی باشه، هرچند که خب شاید ما بتونیم فدرالیسم منطقوی را ایجاد کنیم. اما ما در اینجا نمیفهم که بعد چطور میشه که در این فدرالیسم مثلا یک فدرال را ایجاد کرد که باز هر کدام از اون نمونه از همین افغانستان فعلی باشه. مسلما باز هر همون ایالت فدرالی هم مشکلات افغانستان فعلی را خواهد داشت. ما فکر میکنم که فدرالیسم ظرفیت سازی برای تعدد چندگانگی قومی هست. فدرالیسم روبرو شدن با اینمی واقعیت تلخ در افغانستان است برای یک عده. ما اگر نخواهیم که برای این واقعیت‌های جامعه خود سیستم سازی کنیم، اگر نخواهیم که این واقعیت‌های جامعه خود را از راه درست قانونی و عقلانی حل کنیم، در غیر از صورت این واقعیت‌ها به شکل دیگه باز ظاهر میشه. به مو شکل جنگ‌های قومی دهه 90 که ما شاهدش بودیم، به شکل سرکوب‌های قومی و قتل‌عام‌های قومی که ما در 100 سال اخیر در افغانستان شاهدش بودیم. من فکر می‌کنم در این مورد ما دو گزینه بیشتر نداریم. یکی که بگذاریم که اینمی تفاوت‌ها به شکل فاجعه بارش ظاهر شود و افغانستان را به سوی تباهی پیش ببره، و یا اینکه ما همین واقعیت‌ها را بپذیریم، سرش فکر کنیم و راه حل را قبول کنیم که او راه حل این واقعیت‌ها را به جای از اینکه برای افغانستان تبدیل به یک چالش کشنده بسازه، این واقعیت‌ها باعث رشد و ترقی افغانستان شود. مسئله دیگه که من در این مورد این هست که در افغانستان گویا بنابراینی هست که هر چیزی که در اون جامعه باید طور قیچی شود که تاثیرگذاری مثبت نداشته باشه و همیشه به اصطلاح همون جنبه های منفیش مد نظر گرفته شود. ولی اگر مارکسیسم است، اگر دموکراسی هست، مثلا ما در همین مسئله بعد از کنفرانس بن ما دیدیم که مثلا یک عده چطور با سیستم پارلمانی در افغانستان مخالفت کردن و آخر هم یک سیستم را به وجود آوردن که در این سیستم نه پارلمان او پارلمان هست که باید باشه و نه نهاد ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری هست که باشه، و در همین
میان میبینیم که افغانستان همچنان غرق در مشکلات هست، همچنان حاکمیت در خود کابل محدود مانده و معلوم نیست که این حاکمیت بعد از بیرون رفتن ایالات متحده آمریکا و نیروهای خارجی میتونه که چند روزی سر پای خود ایستاد شود و یا اینکه همچنان به عنوان یک حاکمیت تحت الحمایه، به عنوان یک حاکمیتی که همیشه باید در دامن بیگانه ها باشه ادامه حیات خواهد داد. ببینید فدرالیسم برای جلوگیری از بروز بحران در آینده هست. اگر 40 سال پیش در افغانستان کسایی واقعا می نشستن و سر مسائل و مشکلات افغانستان عقلانی فکر میکردن، شاید ما شاهد کودتای 7 ثور نمی بودیم. شاید در دهه 90 مردم افغانستان شاهد جنگ های خونین قومی با تمام اون ویرانی هایش نمی بود. 40 سال پیش هیچ کس به این مسائل فکر نکرد و همه تلاش میکردن که با انکار واقعیت ها، با سرکوب، با لجاجت، با تعصب میشه افغانستان ساخت. اما دیدیم که نشد و عاقبت تمام این مسائل تبدیل به عقده شد و به شکل بسیار فاجعه بارش در دهه‌های بعدی ظاهر شد. ولی من هم قطعا به عنوان یک کسی که افغانستانی هستم و با جامعه خود آشنا هستم میگم که اگر امروز در فرصت فعلی برای 40 سال بعد از این کشور چاره‌سازی نشود، یک بار دیگه تاریخ تکرار خواهد شد و این دفعه و این بار معلوم نیست که تاریخ به چه شکلش تکرار خواهد شد. ما اگر در آینده کسی پیدا شود که خواستار پیوستن به تاجیکستان و ازبکستان باشه و یا خواستار مثلا یک هزارستان مستقل در مناطق مرکزی باشه یا به هر شکل دیگه ایش مشکلات ایجاد شود، ما اونا رو ملامت نمیکنم، به خاطر اینکه هیچ کس بنا نداره که تا آخر در این کشور به عنوان شهروند درجه چندم زندگی کنه. افغانستان وقتی ارزش داره که در اونجا عدالت باشه، برابری باشه، حیثیت شهروندان در اونجا محفوظ باشه. وقتی یک انسان شهروند یک کشور هست اما حیثیت شهروندی نداره، دیگه از انسان هیچ وقت ما انتظار از این نداشته باشین که تا ابد باید او طوق بردگی را بر دوش بکشه. اون وقت باید از او کسایی گلایه کرد که همیشه در مسیر ایجاد یک افغانستان آبرومند سنگ‌اندازی کردند، همیشه در مسیر ایجاد یک سیستمی که افغانستان را به سوی عدالت و برابری و رفاه و آسایش میبره در این مسیر سنگ‌اندازی کردند و به بهانه‌های مختلف. یک روز به بهانه نمیفهمم وحدت ملی، یک روز به بهانه تمامیت ارضی، یک روز به این بهانه که گویا ما همه افغان هستیم و در این جهت تفاوتی نداریم، یک روز به بهانه ازی که خب ما میخواهیم امارت اسلامی تشکیل بدیم و به بهانه‌های مختلف دیگه‌ای که ما همیشه در تاریخ از کشور رنجش کشیدیم و متاسفانه ضربات و صدماتش را متحمل شدیم. و من فکر میکنم که روبرو شدن با واقعیت‌های جامعه هیچ اشکال نداره و ما نباید از روبرو شدن با واقعیت‌های جامعه خود هراس داشته باشیم. افغانستان یک جامعه چند قومی هست و در دنیا هیچ کشور چند قومی وجود نداره که در اونجا دموکراسی باشه اما نظام فدرالی نباشه. شما اگر یک نمونهش پیدا کردید، من میگم که افغانستان میتونه نمونه دومش باشه، اما چنین نمونه وجود نداره. یا نظام فدرالی و تقسیم قدرت و یا اینکه استبداد قومی که به اشکال مختلفش در افغانستان وجود داشته و فعلا هم وجود داره. یک جان تشکر از اظهارات شما.